بریم یه قابلیت بد میخوام بگم، نمیدونم کجا استفاده میکنید، خودتونم میدونید، ولی این کارم میشه کرد. چیکار میخوایم بکنیم؟ یه اتفاقی افتاده، سر کار دیر رسیدین، میخواین خدایی نکرده دروغ بگین، هر چیزی، عکس ماشین براش میفرستیم. این عکس ماشین من، یعنی ماشین من نه، عکس ماشینی که من دارم. مثلا میگم آقا یه کاری کن، این تصادف کنه، دیر رسیدم سر کار، میخوام به رئیسم دروغ بگم، میخوام بزنم دروغ بگم، مثلا هر چی، میخوام بگم نمیفروشن، دلیل خوب. یه عکسو براش فرستادم و یه جمله ساده، یک make this car like، یه کاری کن که انگار این ماشین سمت راننده تصادف کرده. یه very realistic هم نوشتم، خیلی واقعی. فارسی هم میشه، بله میشه. حالا من انگلیسی نوشتم چون کیبوردم انگلیسی. ببینیم چی برامون در میاره. تمام. عکسی که بهش دادیم، عکسی که تحویل گرفتیم. واقعا خوبه. فقط اون پلاکی که گفتم روی نوشته ها مشکل داره که اونم به نظرم عکس کامل ندید، عکس نصفه بدید. اصلا اینکه برای پنچری، برای اینور، برای اونور عالیه. یه ویدیو برای فائز ساختیم، اون رو نشون بدم که این ماشین رو دادیم برای پیج خود رو. ماشین از مالک گرفته بودیم و این عکس رو براش فرستادیم. حتی اینجا پلاک هم درسته و یک تصادف خوشگل و واقعا خدایی خوبه، انصافا خوبه. نمیدونم کاربرد این چیه، حالا پنچر کردید، دیر رسیدید جایی، زود رسیدید جایی و حواستون هم باشه براتون فرستادن، چون ما 3-4 نفر فرستادیم با فائز، همشون باور کردن. بریم کاربرد بعدی که خورده انسانی تر باشه.